خب بچه اگر موافق باشیم با هم شروع میکنیم. حالا من ریکوردم گفتم بکنم، اگر که یه وقتی براتون تایمتون یه جوری بودش اینترنتتون قطع شد یا حالا از کدوم تا آخرش نبودین، بعدا بتونم باهاتون شیر بکنم. من یه سری میخواستم براتون اسلاید درست بکنم، واقعیتش ببخشید وقت نکردم. فقط دوست دارم که مسیر کلی رو خدمتتون عرض کنم. آخرش اگه سوال داشته باشین حتما در خدمتتون هستم. من باهاتون اسکرینم رو شیر میکنم، یه سری اطلاعات اولیه خدمتتون میگم و بریم با هم دیگه جلو. ببینید بچه ها، فقط به من لطف میکنید اگر که صدام قطع شد یا اینکه دارم اسکرینم رو شیر میکنم شما نتونستین ببین، اینترنتتون خوب نبود، اینو به من فیدبک بگین. الان صفحه منو میبینین بچه ها که من باهاتون شیر کردم؟ بچه ها هستین؟ صدای منو میشنوین؟ تکست دادین؟ اوکی. مرسی بچه. خب بچه ها نگاه کنین. من نمیدونم خیلی به ما تکست میدن که مثلا استاژر هستن، اینترن هستن، به خاطر همین من یه ذره از قبل از گریجویت شدن شما شروع میکنم. حالا هر جاش که براتون مفید هستش اونجا رو بردارید برای خودتون. بچه اگه در نظر بگیرید که برای مثال مچ شدن هدف همه بچه‌هایی هستش که توی این مسیر میان. اگه بخوایم از اینجا شروع بکنیم، بچه‌های ایران، حالا بچه‌های IMG چند تا پله پایین‌تر هم باید این جرنی که میخوان شروع بکنن برنامه‌ریزی داشته باشن و یه سری کار اولیه بیشتر از حتی بچه‌هایی که برای مثال توی امریکا هستن رو باید انجام بدن. بچه کلن اگر که توی مچ نگاه بکنین چارت های مختلف و سه تا دسته بندی دارن. US graduate دارن. تو US graduateشون اولین میشه گفتش که توی مچ نگاه کنین بیشترین مچینگ ها مال بچه هایی هستش که داخل امریکا درس خوندن و بیشتر MD ها نسبت به دی او بچه ها تقریبا همون MD ها هستش. حالا دکتر آف اوستوپاتیک بهش میگن. یه سری درساشون متفاوته، حالا کاری به اون نداریم چون ارتباطی به ما که IMG هستیم نداره. دوم کسایی هستن که US IMG هستن. بچه اینا میشه گفتش که US graduate هستن و داخل خود امریکا میمونن. دومین دسته بچههایی هستن که امکت رو قبول نمیشن، این امتحان پزشکی امریکا رو قبول نمیشن و مثلا میرن جزایر کارائیب و اینا، اونا رو بهشون میگن US IMG. یعنی یعنی حتی خود به عنوان نیتیو حساب نمیشن. و سومین میشه گفتش که دسته ما هستیم که ما میشیم نان US IMG متاسفانه توی مچینگ. البته حالا نان US IMG ماها باید یه سری کارها قبل از مهاجرت اون انجام بدیم. اول از همه بچه نیاز به ویزا داریم. خب برای اینکه شما بخواید ویزا بگیرید، اگر شما هدفتون مچ شدن رزیدنسی هستش، پیشنهاد میکنم بیشتر اگه نیاز به ویزا دارین با ویزای جی وارد بشین. میتونید با ویزاهای دیگه هم وارد بشین، وارد امریکا بشین، اما ماها IMG ها مخصوصا برای رشته های کامپتیتیو نیاز به یه CV قوی تر به نیتیو ها داریم و به این دوتا دسته دیگه داریم. چون فکر می‌کنم الان تمام بچه‌هایی که اینجا هستن دسته 3 هستن. حالا اگه استثنایی بود آخرش با هم صحبت میکنیم. ما نیاز به CV قوی تری داریم و تفاوت این مچ آخرش نسبت به رزیدنسی ایران این هستش که مولتی فاکتوریال هستش. بچه ها فقط یه فاکتور امتحان، حالا استپ 1 که پس و فیل شده، استپ 2 سی که میشه گفت نمرش مهمه، استپ 2 CS هست شده فعلا و OIT جایگزین شده. ماها یه تفاوت عمده ای داریم، این هستش که یه مقدار نیاز به ریسرچ بیشتر و در آخر باید مکسنس بکنه که چرا شما رو انتخاب بکنن و این کتگوری اول و دوم رو بذارن کنار. خب یا باید مثلا شما کانکشن بهتری داشته باشین یا ریکامندیشن بهتری بالاتری داشته باشین یا یه ویژگی خاصی داشته باشین. حالا تو این مسیر جرنی اون آخر مچ که برسیم بهتون میگم اینا رو. اما این قبلش اگه بخوایم شروع بکنیم بهتر هستش CV شما بچه ها نشون دهنده این باشه که شما ریسرچر هستین. خب
اگه در کل بگم چجوری میخوایم وارد بشین، حالا میخوام امشب خیلی مفصل نگم، فقط همینجوری یه پلنی برای بچه‌هایی که مخصوصا خیلی به ما تکس میدادن که اصلا هیچی در مورد این موضوع نمیدونن، یه پلن کلی فقط بهتون گفته باشم. ببینید بچه ها، مثلا ویزاهای امریکا رو اگه دو دسته بکنیم که نان ایمیگرند و ایمیگرند، ببخشید من یه ذرم این پنم رو پیدا نکردم، ممکنه که خوشخط ننویسم. نان ایمیگرانت ویزاها، این دارم ویزا رو کلا میگم، نان ایمیگرانت ویزاها بچه ها میشه دقیقا مثلا ویزاهای جی، میشه ویزای اف. اینا نان ایمیگرانت. ایمیگرانت ها ویزاهایی که مثلا فامیلی درخواست میدن، ویزای اچ مثلا کاری. مثلا توی نان ایمیگرانت توریستی هستش که B1 هستش. فکر میکنم به B1 B2 توریستی هستش هر دو. و حالا با این کاری نداریم چون اصلا حالا ارتباطی به ما نداره، ما نمیخوایم دیتیلز خیلی زیادی در مورد همه چی بدونیم. اما اینو میخوام بهتون بگم، بچه‌هایی که میخوان از طریق ویزای اکثرا جی وارد میشن، که من خودم هم از طریق ویزای جی وارد شدم، جی 1 بودم. اگر ازدواج کرده باشین مثلا همسرتون میشه جی 2، بچه ها میشن جی 2، اگر نه که خودتون جی 1 هستین. که حالا اینا هر کدوم دیتیلز خاصی داره. حالا در کل بدونید که اگه با ویزای جی وارد بشین با ما ریسرچ اسکالر، قبلش میخواین که درخواست همچین ویزایی بدین از فکولتی ها، از اساتید امریکا. بچه ها باید CV شما نشون دهنده این باشه که شما ریسرچر هستین. خب CV ریسرچر اگه خواستین، من یه ویدیو درست کردم که چند تا مثلا پوینت هایی که نسبت به اینکه دیدم مثلا فکولتی ها جلوی ماها CV رو باز میکنن، تو چند ثانیه نگاه میکنن خوششون میاد یا نه، و ایمیل میدن که باشه بیا با همدیگه یه تایم ست میکنی، با همدیگه مصاحبه بکنی، بیشتر چه CVایی به دردشون میخوره. من یه ویدیو دارم، خواستیم براتون میفرستیم. خدمتتون بگم بچه ها، بیشتر باید نشون بدین ریسرچر هستین. سوا اینکه CV رو چه مدلی بنویسیم، باید چند تا کار ریسرچ هم داشته باشیم. آیا لیمیتیشن داره؟ یعنی شما باید حتما 5 تا، کمتر باشه اصلا اقدام نکنید. نه بچه، اصلا به حرف کسی که داره این حرفا رو بهتون میزنه داخل جاهای مختلف گوش نکنید، چون من خودم نمونه بارز یه آدمی هم که شاید بالاتر از 50 تا، حالا دقیقا نشمردم، و خیلی بیشتر از حتی 50 تا اینترویو تا حالا داشتم و CV رو بررسی کردن. یعنی میخوام بهتون میگم هم خودم هم گروه ما چیزایی که به شما میگیم 100% مطمئنیم. ممکن استثنا وجود داشته باشه، اما چیزی که میخوایم بهتون بگیم کمکتون بکنه بچه، لیمیتیشن وجود نداره. توی همین گروه ما قبلا یه نفر اومده بود، حالا اسمشون رو نمیگم، با یه دونه مقاله وارد امریکا شده بود و اینکه با همون یه دونه رزیدنت شدن. آیا هر چقدر مقالاتم بیشتر باشه بهتر نیست؟ 100%. بچه مطمئنا اینه، هرچی CV شما قوی تر، مقالات شما بیشتر و اسکیل شما بالاتر، احتمال فاندد شدن شما مطمئنا بیشتر، احتمال گرفتن شما، اینترویو کردنتون، قبول کردنتون بیشتر. یعنی مطمئنا اینا یه چیز فکتیه، من که نمیخوام اون از بین ببرم. اما اینکه میان بچه ها لیمیتیشن میذارن، مثلا تکست ها رو بر ما فوروارد میکنن که فلانی گفته بیشتر از کمتر از 5 تا داری، اصلا فکرش هم نکن. نه بچه ها، میگم CV تون رو باید یه جور نشون بدید که شما بولد بکنی که ریسرچر هستی. چون دیتیلزش نزدیک 1 ساعت حدودا طول میکشه. یه ویدیو دارم براتون، اگه خواستن هر کدوم از شما خواستین بگین، ادمین ما راهله براتون میفرسته. این از CV. پس اولین قدم اینه که اگه استاژر هستین یه چند تا ریسرچ بکنید، لیمیتیشن نداره. پیشنهادم برای کسایی که دارن الان شروع میکنن، بچه ها یه پوینتی که بچه ها میرن توی مچ بهش میرسن و کسایی که توی امریکا مچ بچه های دیگر رو دیدن به این قضیه رسیدن و اینم واقعا شبیه فکت شده براشون، اینه که بچه های امریکا فرقشون با بچه های ایران چیه؟ یعنی سیستم آموزشیشون چه فرقی میکنه؟ اینا 4 سال مثلا یه رشته های مرتبط میخونن، بعد 3 تا 4 سال میشه گفتش یه مقدار همون قسمت های بیسیک ساینس ما، قسمت های استاژری ما رو میگذرونن و اینترنی رو نمیخونن بچه ها، و اینترنشون میره برای رزیدنسیشون. یعنی سال اول رزیدنسی اینجا
همون اینترنشیپ ایران هستش. به خاطر همین اینجا جی پی جنرال پرکتیشنر ندارن. یعنی به خاطر همین کسی که اینجا قبل از اینکه وارد رزیدنسی بشه اصلا اجازه کار نداره، چون اینا اینترنشیپ نرفتن هنوز. یعنی ماهایی که تو ایران ام دی میشیم، جنرال پرکتیشنر میشیم، طرح میریم، اجازه کار داریم، کلینیکال کار میکنیم، اجازه هم جراحی هم حتی تا یه حدی دایم شکایت اگه از نمون نشه. حالا یه چیزی هستش که توی ایران یه ذره استثناست، ولی توی اینجا اجازه ندارم به خاطر اینکه اینترنشیپشون نرفتن، سال اول رزیدنسیشون هستش. بعد یه نکته دیگه میخواستم بهتون بگم اینه که به خاطر همین اینجا حتی فامیلی مدیسن اسپشیالیتی هستش، یعنی تمام اینا جز تخصص حساب میشه. بعد یه نکته دیگه که حال تو ذهنم بود یهو پرید، داشتم در مورد سی ویتون میگفتم. این داشتم میگفتم بچه، ببخشید دیسترکت شدم. این حتما اگر دارید از صفر شروع میکنید یا اصلا همین که حتی ایران هستید، چون بچه های اینجا از موقعی که مثلا وارد امکتشون رو میدن، امتحان پزشکیشون رو میدن، اون 4 سال تموم میشه، وارد این میشن که اصلا پزشکی بخونن، انتخاب میکنن تقریبا، حالا نه همشون، انتخاب میکنن چه رشته دوست دارن و بر طبق اون که اون رشته رو دوست دارن بچه ها جلو میرن، با اساتید نتورک درست میکنن، کانکشن درست میکنن، حتی مثلا بعضیشون ریسرچ میکنن، ابزرویشن میرن، ریکامندیشن لتر میگیرن. چی مهمه؟ این مهمه که ماهایی که از ایران میایم، خب به خاطر یه سری رشته ها برامون کامپتیتیو هستش و خیلی طولانی میشه و شاید چیزهای دیگه برام مهمتر میشه اون لحظه، ممکنه که رشتهمون رو تغییر بدیم. من با خیلی از بچه‌ها که صحبت کردم مثلا میگم چه رشته‌ای دوست دارین، برای من میفرستن کاردیولوژی، پاتولوژی، نورولوژی، مثلا چه میدونم اگه سرجری هم باشه اوکی دوست دارم. من اصلا به شما ایراد نمیگیرم، چون خودم در جایگاه شما بودم همین مدلی بودم، مثلا میگفتم سرجری دوست دارم، ولی چون خیلی کامپتیتیو هستش اوکی هم با نورولوژی اینا. اما این بدترین پوینتیه که با اساتید اینجا صحبت بکنید، بگین این نشد یه چیز دیگه. میدونین بچه نها کنید، مثلا این سیوی منه، من میفرستم، حالا در لحظه آخر به اینجام رسیدم، چرا دارم از اینجا برمیگردم اینجا؟ چون اگه شما پوینت های آخر رو بدونی، از اول میتونی برنامه ریزی بکنی، دقیقا بدونی که کجا باید وایسی، استپ با استپ به هدفت نزدیکتر میشی. یعنی یک جوری برنامه ریزی کنی که تصور دقیق بتونی از اون انتها داشته باشی. به خاطر من از مچ برمیگردم به کارهایی که قبل از مهاجرتتون لازم هست بدونی. بهتر هستش هر چه زودتر. مثلا این اتفاق برای منم خودم افتاد، یعنی بعد از مهاجرتم رشته‌مو عوض کردم. بهتر هستش قبل از مهاجرت، یعنی من حتی کارهایی که برای خودم نکردم یا برای گروهمون میشه گفتش ویستینگ تایم داشته رو به شما میگم تا شما زودتر جلو بیفتی. حتما بچه ها یه رشته رو انتخاب بکنیم و یه رشته. داشتم بهتون میگفتم مثلا در نظر بگیرین که این سی وی من هست، تو ایرس میرم و برای مچ اقدام میکنم به عنوان یه دونه اپلیکنت. سی وی منو که میخونن مثلا خیلی به پلاستیک سرجری میخوره، به پلاستیک سرجری میخوره. خب من میرم چیکار میکنم؟ مصاحبه میگیرم، بعد در آخر که میخوام رنگ کنم مثلا چند تا پلاستیک سرجری میذارم، یه دونه فامیلی مدیسن هم آخر میذارم. باورتون نمیشه بچه، اون فامیلی مدیسن شما مچ نمیشین. چرا؟ به خاطر اینکه سی وی شما به پلاستیک سرجری میخوره نه به فامیلی مدیسن. ببین درسته که پلاستیک سرجری مثلا باید خیلی نمرات بالاتر باشه، چقدر باید ریسرچ کرده باشی، فامیلی مدیسن شاید راحت تر باشه، حتی مثلا اینترنال مدیسن شاید مثلا حتی نیاز به ریسرچ خاصی هم نداری و غیره، اما اون مچ نمیشه. یعنی شاید پلاستیک سرجری مچ بشی ولی فامیلی نمیشی یا اینترنال نمیشی، یعنی اکثرا نمیشی، استثنا وجود داره. من در مثل کلی فقط بهتون میگم. چرا؟ چون بچه باید اسپسیفیک اعلام بکنین من عاشق این رشتم. یعنی بی برو برگرد. مثلا اگه ازتون میپرسن اینو میخوای یا مثلا دور از جون بمیری، اینو میخوام. خب یعنی حاضرم بمیرم ولی این رشته رو فقط بیام. یعنی استادای اینجا دوستان این قضیه رو تو شما بدونن، پیدا بکنن. پس اگه من برگردم اینجا به شما میگم پس بچه ریسرچ میکنین، بهتر اپتیمال رو میگم توی رشته انجام بدین، رشته که میخواین رزیدنتی بخونین.
اسکیل یاد میگیرین توی رشته باشه، همه چی توی رشته و تو اون رشته خودتون رو کوالیفای بکنید، بالاتر ببرید، ایمپروو بکنید تمام چیزهایی که دارید یاد میگیرید و احتمال فاندینگتون به اینا کنید. شما اگر اندازه یه اقیانوس بلد باشین ولی میشه گفتش که با عمق کم شما رو احتمال فاندتون پایینه، اما اندازه یه دونه استخر عمق زیاد بلد باشین بچه احتمال فاندینگتون بالا میره، به خاطر تو اون زمینه اسکیل داری، اونو به شما میتونن بسپارن و به شما رو به عنوان کسی که تو اون زمینه اسپشیالیست هستید میتونن به شما پول بدن. خب اما اگه شما یه سری کلی بلد باشین تا بخوان اسپسیفیک شما رو پیدا بکنن هم تایم میبره، همین که شاید فاندینگ شما بیاد پایین‌تر. بعد سرتون رو نمیخوام خیلی درد بیارم، واقعا خیلی اطلاعات اینقدر زیاد. بعضیا من خودم یادم با چند نفر مشاوره کردم قبل از اینکه بیام، اول که بعضی خیلی نامیدم کردن، حالا اسمشون رو نمیارم، آدمای معروفی بودن. دومی که خیلی ها بچه اطلاعات اینفورمیشنی میزدن، اصلا سردرد میگرفتم، یعنی اینقدر زیاد بود میگفتم وای اصلا نمیخوام این راهو برم. سوم که بچه یه سریای بودن اصلا بیسان رفرنس اطلاعات نمیدادن. به خاطر من اگه اینا رو میگم هی میگم که استاپ میکنم حرفمو قطع میکنم، چون نمیخوام اطلاعات و اینفورمیشن یهو به شما هزار بدم که اصلا براتون به درد نخور. آخر این ورکشاپ شما بگید بابا سرم درد گرفت چقدر این بارا حرف میزنه، یا اینکه وا چقدر این مسیر طولانی. نه نه نه، فقط من میخوام اطلاعاتی که الان به دردتون میخوره شما بدونین، یه قدم بردارید بیایید جلو، اون قدم رو استوار و خیلی قوی و با اعتماد به نفس بردارین بچه ها. همینجور استپ بای استپ مسیر روشن میشه براتون اگر میخواین توی این مسیر برین، توی این جرنی وارد بشین و اگر هدفتون مچ شدن رزیدنسی امریکا هستش. خب پس اگه برگردم عقب، سیویمو سعی میکنم اسکیلایی یاد بگیرم که ارتباط به اون رشته‌ام داره. آیا منی که برای مثال دارم اینو میگم چون خیلی تکس گرفتم، منی که توی دانشگاهی درس میخونم که مثلا جایی هستش که اصلا فکولتی ها استاد دانشگاه، فکولتی یعنی استاد دانشگاه، فکولتی ها اصلا کار ریسرچ انجام نمیدن، من چی کار کنم؟ اب نداره، من اپتیمالو گفتم. اشکال نداره اگر که داری ریسرچ میکنی تو زمینه درماتولوژی، مثلا یه استاد پیدا کردی داره درم خیلی خوب ریسرچ میکنه، اما شما درم نمیخوای تو آمریکا بخوای، اب نداره بچه ها، باز بهتر از صفره. من اپتیمال رو میگم ولی میدونم شرایط ایران به چه شکل هستش. اشکال نداره اگر حتی میخواستی ریسرچ بکنی، بر مثال مثلا درماتولوژی سیویت چند تا مقاله درم داشتی چون استاد درم پیدا کرده بودی، بعد اومدی با یه کسی که مثلا پاتولوژی هستش ایمیل زدی و حالا اون ایمیل زدن بهتون من خودم یاد میدم صفر تا صدش چجوری باید بزنید، چجوری باید متنتون رو بگین، سابجکتتون چی باشه. ایمیل میزنی و ایمیل که زدی جواباتون چی باشه، اینا رو هم کمکتون میکنیم بچه هایی خواستین. ولی ایمیل زدی مثلا طرف میگه که خب یه مصاحبه کن، تو مصاحبه شاید ازت بپرسه ببین ریسرچ ها چرا درمه و چرا الان با من که پاتو هستم داری صحبت میکنی. میتونی بگی که دلیل بیاری، صادقانه بگی چرا این کار کردی. دوم که میتونی ارتباط بدی اینا رو، برای مثال مثلا یه فلوهای پاتو هستش، پاتودرم هستش بهش میگن، میتونی اونو بهش بگی من در آخر میخوام پاتودرم بکنم. بعد یا اینکه یعنی یه جوری حالا میشه از این قضیه گذشتش. پس من اپتیمال رو گفتم، اگر که شرایطو داری رشته‌ای برو که میخوای که همونو ریسرچ بشو بکنی، همون رزیدنتی بری. اگر که شرایطشو داری اسکیلو یاد بگیری که به دردت میخوره و غیره. اما اگر نه بچه نداری، تایمت مهمتره و بیا یه استپ پایین تر پلن بی رو با هم دیگه انجام بدیم. پلن بی یعنی که باز ریسرچ بکنی. ریسرچ که بکنی بچه باز سیویت نشون دهنده یک ریسرچر بودنته، بعد دو فیلدت مهم میشه. اوکی این از این. من اینو پاکش بکنم. فقط بچه اگه جایی صدای من قطع شد لطف میکنین تکست بدین به من بگین. پس من اینو از قبل اومدم این ور به بچه های چیز گفتم. در مورد یه چیز دیگه بهتون بگم بچه ها، تو این مسیر که میخوایم بریم پیشنهاد من اینه که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین، حالا طرح اجباری رو رفتین یا بچه‌هایی که اسپشیالیست هستن مجبورن طرح برن، شرایطش رو باشون صحبت کردم، فرق کرده واقعا، اینا رو کاملا درک میکنم. در آخر خواستین ویزا رو اقدام بکنید، یه مسیره بچه، امتحانات یه مسیر، اینا رو به شکل پارالل موازی جلو ببرید بهترین حالته، اما این اپتیماله.
شاید یه نفر بگه با من دارم کار میکنم، اوکی اشکالی نداره، فقط اپتیمالش رو من دارم بهتون میگم. بعد خدمتتون بگم که اگر بتونید پارالل بچه‌هایی که استاژر هستن تو بخشایی که میرن فرست اید دستتون بگیرید، قسمت های مختلف رو نگاه بکنید، با فرست آشنا بشین، با رفرنس های مختلف. من پیشنهاد میکنم کپلان رو اصلا نگاه نکنید، ویستینگ تایم هستش. حالا در مورد رفرنس ها با هم مفصل میتونیم صحبت بکنیم. ولی مثلا شبا میتونید اسکچی نگاه بکنید. حالا یه دور خواستیم با هم صحبت میکنیم، میگم تمام تلاشم اینه که به شما اطلاعات یهو زیاد ندم که اذیت بشین. پس این از این، یه مقدار درس بخونید، سی بیتون اوکی بکنید و اقدام کنید. این از استپای قبلش. خب استپ ویزا که میخوای وارد بشین چی هستش بچه ها؟ استپ ویزا که میخواین وارد بشین، سی بیتون رو همونجوری گفتم میزنی براشون، ایمیل میزنی، مصاحبه میکنی، سفارت میرین، وارد امریکا میشین. اکثر بچه ها سلف فاند هستن متاسفانه، بعد از یه مدت فاندد میشن. یه سری دیتیلز و یه سری میشه گفتش پوینت هایی وجود داره که بهتون میشه کمک کرد که فاندینگ به چه شکل هستش. یه سری هینت هایی بهتون میدم که وارد یه دونه ریسرچ لب یا میشه که حالا کلینیکال، حالا در هر پراجکت هایی که وارد شدین، آیا تون با اون استاد کار بکنید یا نه. چون واقعا بعضیا بچه وقتی وارد میشین یه سری رد فلگ میبینید که بهتره هرچه زودتر اونجا رو ترک بکنید. خب ولی بعضیا حتی اگر پول بهتون نمیدن ارزش داره باهاشون کار بکنی. خب یه سری پوینت هایی هستش که اگر خواستین با هم یا ورکشاپ دیگه یا اگر خواستین ویدیوهایی هستش براتون میفرستیم. این از این. وقتی حالا وارد امریکا میشید، تازه این مسیر اینجا رو که بخوایم با هم دیگه شروع بکنیم. خب این مثلا در مثلا مای وارد امریکا میشیم، میخوام حالا یو اس ام اگزم رو بدین. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه وارد بشین یه دونه استپو بدین حداقل، یا آلموستان باشین. واقعا اینجا وارد میشین ریسرچ هستش، دوری هستش، استرس مالی هستش، محیط جدید، سختتون میشه، نشدنی نیست. من اپتیمال رو میگم، اگر نمیتونستین اب نداره، باز وارد بشین. وقتی اومدین بچه امتحانا رو، حالا استپ که پس و فیل شده، پیشنهادم اینه که بچه وسواس نداشته باشید. چیزایی که به من خیلی لطمه زد وسواس‌های فکری بودش. اگر مثلا بایکر من بچه ها توی یوتیوب ببینین، من یه مدلی بودم که در مورد اون کی میخوندم، مقاله میخوندم، رفرنس های مختلف رو میخوندم و این باعث میشه سر جلسه امتحان اوورتینکینگ بکنم. اوورتینکینگ بچه خودش اصلا خیلی، یعنی واقعا سمه براتون. خب بعد وارد اینجا که شدین، اگر تونستین استپا رو همه رو بدین که آفرین گود جاب، اگر نه اشکال نداره، اومدین پارالل جلو برین. امتحانا رو که میدین بچه بهتر هستش جلوتر که رفتین یه دونه یو اس کلینیکال اکسپریانس داشته باشین. این چیه؟ متاسفانه این قضیه بعضی جاها پولیه، یعنی به سری استادا پولیه. من خودم خیلی اینو تایید نمی کنم. همین که پول اینجا نسبت به پول ایران، اگر از ایران دارید میای، خیلی زیاده و اینکه نمیارزه و حالا ارزیدن شاید بیارزه زیاده. و دوم اینکه بچه میتونیم پیدا بکنین که پولی نباشه. و سومی که یه چیز بعد، شما رو ویزا هستین. وقتی شما رو ویزا هستین بچه، من چون خیلی پوزیشنم میخواستم تغییر بدم، پولی کنم، جای دیگه برم و اینا رو از اینترنشنال های دانشگاه گرفتم که ویزای جی شامل فکولتی، فلو و پستاک میشه. فقط شما این سه تا تایتل رو میتونید داشته باشید. بله میتونید برای مثلا اسپشیالیست باشه اسمتون، ولی زیر کتگوری یعنی پستاکه. حالا دانشگاه و دانشگاه متفاوته ها. من حالا دارم چند تا دانشگاه رو میگم، همه رو که نمیدونم. اما خدمتتون بگم یعنی چی. یعنی میخوام اینو بهتون بگم بچه، یو اس کلینیکال اکسپریانس بهتون ویزا نمیده. خب ویزای جی اکثرا ساپورت نمیکنن. به خاطر همین پیشنهادم اینه که مثلا با استادتون صحبت بکنیم وقتی که دارید ریسرچ میکنید، بگید من بیام کنارت کار بکنم، یا اینکه بعدن که گرین کارت گرفتین برین که اکسپریانس بکنید. بچه یه آقای دکتری بود، حالا دقیقا نمیدونم اسمش نگیرم نمیاد، تکست داده بود، بچه ها به من فوروارد کردن که میخواد با این اصلا کلا وارد امریکا شه. آقای دکتر اگر تشریف داری بهت بگم که واقعا شاید بگم نشدنیه، چون اینترنشنال باید ویزای شما رو ساپورت بکنه. حتی با اساتید صحبت بکنی، حتی بگی بیا که خیلی سخت میگه بیا،
میره اینترنشنال، یعنی شما که صحبت میکنی میره منشی صحبت میکنه با شما، بعد از شما مدارک میگیرن، بعد اینترنشنال، بعد دینز آفیس امضا میکنن، بعد دی اس 2019 برای شما میفرستن. شما با دی اس 2019 میری سفارت. دی اس 2019 بچهای جی هم باید اوریجینالی باشه، یعنی باید دستتون برسه، نه کپی نه پرینت. برعکس بچه های اف. حالا اینا رو بچه خواستین با هم که صحبت میکنیم. اما اینو میخوام بگم بچه دنبال این نباشین، دنبال پوزیشن ریسرچ باشین. اگه بچه اسپشیالیست هستین فلو باشین. حالا اینا تقریبا شبیه همه، خیلی نمیشه بینشون نت فاصله گذاشت. اما پستاک و فلو باشین. و این تموم شد. میتونید والنتیر چند جا برین، این به شما کمک میکنه. این ریزر اینم اینجا بهتون میگم بچه این شکل ما، این عکس مال گروه ما نیستش، من دارم ازش کمک میگیرم. اینو گفته باشم یه وقتی حالا مورد چیز قرار نگیریم. و در آخر بچه امتحانا رو که دادین، ریسرچ کردین، سیویتون آماده است. من یه امتحان اینجا اضافه بکنم، اویتی، که میدونید که اینجا اویتی هم باید بدین، یعنی شما به جای سی اس، حالا اکثر بچه ها میدونن سی اس دیگه نیستش، استپ تو سی اس نیستش و به جاش فعلا اویتی اومده. ولی خدمتتون بگم که نسبتا امتحان سنگینی نیستش. اگه خواستین اونم میتونیم کمکتون بکنیم که این امتحان رو سریعتر بگذرونید. در آخر اپلیکیشنتون رو میفرستین، میره حدودا سپتامبر. الان تاریخ ها رو براتون میخوام بهتون نشون بدم، سایتش هم نشون بدم. سپتامبر حدودا میفرستین، بعد چند تا اینترویو میگیریم، مثلا 10 تا خوبه، خب حدودا حالا 10 تا میگیرید، بعد مثلا رنکینگ میکنید، 10 تا کمه حالا ولی خب دیگه. بعد در آخر هم حدودا مثلا بهتون بگم ماه مارچ جواب مچ شما میاد، چند روز بعد اینکه کجا قبول شدین میاد. مثلا اول به شما میگن مچ شدین، بعد به شما میگن دقیقا کجا مچ شدین. این در مورد مسیر کلی هستش بچه، خیلی کلیه، دونه دونه دیتیلز داره اما مسیر کلیه. گروه ما چی کارا میتونه برای شما بکنه؟ اول از همه بچه گروه ما همون گروه خودتونه، یعنی خوشحال میشیم بچه هایی که اگه تو این گروه هستن یه قسمت هایی رو اکسپریانس دارن، میتونن به ما کمک بکنن. گروه خودتونه. واقعیتش گروه ما، حالا همتون شاید بدونیم، ما از اینجا اصلا شروع شد کار کردنمون و حدودا 3-4 سال هستش داریم با بچه ها صحبت میکنیم، کار میکنیم، سعی میکنیم گایدشون بکنیم. اصلا کلاس های خصوصی شروع شد. خدمتتون میگم سر این بودش که برای مثال بچه ها اگر خودتون فرست اید و یوورد و اینا رو خوندین، برای مثال یه قسمتی رو که حالا مثلا امشبم قبل از این ورکشاپتون من کلاس خصوصی داشتم، مثلا یه قسمت مرمرای قلبی، مثلا شما اون قسمت رو شاید 10 بار باید بخونین، بعد آخر متوجه نمیشه آها من کجاشو حفظ کنم. میری تست میزنی، ای بابا من تست رو درسم پایین میاد. البته که اصلا به درس توجه نکنید. ولی کسی که میاد برای امتحان آماده میشه، شب امتحان اگه ازش اون صفحه رو بپرسی به شما 5 تا پوینت میده. اون 5 تا پوینت میشه مهمترین چیزای اون صفحه. شما میتونی مووان کنی بری جلوتر. خب ما دیدیم چقدر ما اذیت شدیم. مثلا یه صفحه نورو هستش بچه، مثلا من شاید بگم 2 روز 3 روز داشتم روی اون تست میزدم، ویدیو میدیدم. خب وقتی تموم شد من اون صفحه رو متوجه شدم، میتونم بیام خلاصه و چیزی که یاد گرفتم و در عرض 1 ساعت به یکی دیگه یاد بدم. چرا همچین کاری نکنیم؟ بعد بچه این فقط تنها ماها حرف همو میفهمیم. این زبانش انگلیسیه، با اینکه ماها خیلی از رفرنس ها شاید انگلیسی خوندیم. ممورایز کردن انگلیسی سخته، واقعا آسون نیستش. امتحانش خودش 7-8 ساعته، سنگین هستش. حالا استپ 1 و استپ 2 میگم، سنگین هستش و یه مدل خاصی که برای بچه های ما فامیلیر نیستم باهاشون. من همه اینا رو درک میکنم و به خاطر همین میخوام بهتون بگم که این گروه کلا زده شد که بتونیم تو اینا بهتون کمک بکنیم. و کجاها میتونیم حالا واقعا دستتون رو بگیریم؟ اول از همه توی قبل از اون توی نوشتن CV، اگه CV داریم میتونید برای من بفرستین، من براتون نگاه میکنم. CVتون رو واقعا دوست دارم بشینم ادیت بکنم، شرمنده‌تونم که نمیرسم، به خاطر این با وایس براتون ادیشن میذارم، شما هی پازش بکنید، برای خودتون درست بکنید، خواستین دوباره بفرستین دوباره نگاه میکنم.
متن ایمیل رو باهاتون کار میکنم، یه دونه ویدیو براتون میفرستم که آموزش بهتون میدم که چجوری اصلا متن ایمیل رو بنویسین، چجوری سی وی بنویسین، بعدش ادیتش هم براتون انجام میدم. و اینکه چجوری اصلا ایمیل باید بزنیم، به کجاها بزنیم. مثلا یکی از بچه ها به من زده بود که همین فکر کنم دیروز بود یا امروز، زده بود که من دارم خیلی زیاد لینکدین رو میزنم، بالای چند هزار تا لینکدین. خب بچه لینکدین واقعا اصلا سورس ایمیل شما نیست. تایمتون رو بهینه استفاده بکنید. اگه خواستین، حالا میگم اینا در خدمتتون هستیم قبل از اومدنتون. و این از خط پارالل ویزا قبل از اینکه بخواید شروع کنید. نه تمام نشده، ادامه داره. ببخشید. و چون من هیچی ننوشتم، اینا دارم همینجوری براتون دلی حرف میزنم. توی این قسمت میتونم کمکتون بکنم. از طرف دیگه بچه ها مثلا قبل از اینکه اینترویو بشین میتونم کمکتون بکنم، چون نسبتا خودم اینترویو شدم. 99% سوالات رو بهتون بگم. اون 1% هم همیشه به بچه‌هایی که صحبت میکنم گفتم. شاید یه نفر برگرده بگه ببین چقدر بولیزت خوشگله. شاید برگرده بگه مثلا مثل خود من توی اینترویو من گفتش که شنیدم غذاهای ایرانی خیلی خوشمزه است، مثلا قرمه سبزی شنیدم خیلی خوشمزه، حالا تلفظش رو خیلی عجیب غریب میگه. خب اونو من واقعا چجوری با شما تمرین بکنم. اما به غیر از این چیزای استثنایی، 99% رو میتونم به شما پرامیس بکنم که این تا ازتون میپرسه. و خب بچه اینترویو رو نه که از من بپرسین، از هر کی میپرسین، ولی از دست ندین. برای هر اینترویو، حتی اگه پوزیشن دارید ولی اینترویو بهتون دادن، بچه از دست ندین. تجربه ثابت کرده. برای مثال چه تو مچ، چه تو اینترویو، چه تو فلوشیپ، بچه ها اتفاقا اون پوزیشنی که مثلا میگید دیگه اینو نمیخواد حالا اینترویوشو برم، من که پوزیشن دارم، یا اینکه من که از این رشته خوشم نمیاد. بچه یه اتفاقی ممکنه بیفته که شما نمیدونید و ممکن اون به دردتون بخوره. یعنی میگم هم تو پستاک، فلو، خدمتتون بگم توی مچ رزیدنسی، حتی من تو بچه ها دیدم تو فلوشیپ. یعنی یکی از بچه ها اتفاقا حتی ردای بالاتر خواستیم، مشاورم داریم، حتی فلوشیپ میخواست بره و یه جا میگفتش که اصلا من نمیخوام، رنکینگش هم نمیکنم، یه جایی که اصلا به درد نمیخوره، مریضایی مثلا خیلی پول داره و فلان اینا. با یکی از بچهای گروه ما مشاوره کرد، بهش گفت که ببین تو برو، اوکی، اصلا بهش فکر نکن. و همونجا مچ شد. یعنی حتی تو رنکینگش پایین ترین گذاشته ولی مچ شد و خیلی خوشحال بود، بازم مچ شد. خب میخوام اینو بهتون بگم که پس تجربه ثابت کرد، استفاده بکنید بچه. هیچ کدوم از اینترویو ها رو از دست ندین، هیچ کدوم. حتی یه جایی بود مثلا میگفتی من اینجا نمیرم، از دست ندین. اوکی، بعدش در موردش میشینیم فکر میکنیم، اما قبلش باید شما برای اینترویو آماده بشین. این از این. بعد اینترویو که انشالله آماده شدین، چه میشه گفتش که داکیومنت هایی نیاز دارین بفرستین، اکسترنال فاندینگ، اینترنال فاندینگ، حالا سلف فاند، این همه اینا رو براتون میتونیم بگیم. بعد یه مشاوره دیگه داریم با هم دیگه، ست تایم میکنیم، مشاوره سفارت، که نکات و بر مثال از جسچر و پوسچر ایناتون گرفته که چه لباسی بپوشین تا اینکه چه مدارکی با خودتون ببرید بهتره، و تمام مدارک حتی اکسسوری. دوستانی که ریجکت شدن دوست داریم باشون صحبت بکنیم، با هم دیگه همه چی ریچک میکنیم، مدارکشون دی 160. اما بچه ها ما واقعا یعنی از این شرکت های هلدینگ های مهاجرتی، فکر میکنم درست بگم اسمشو، نیستیم. یعنی اگه بچه ها دارید به یه علت های ریجکت میشین، ما خیلی دوست داریم کمکتون کنیم، ولی از دست ما کاری بر نمیاد، به خاطر اینکه بهتر اون قسمت رو دیگه با وکیل صحبت کنیم. یه سری وکیل میشناسیم اما اصلا تایید نمی کنیم که وکیل اینو انتخاب بکنیم، میتونیم باشون رایگان صحبت بکنیم، اما اگه قسمتی که پولی شد واقعا جای دیگه هم بپرسین. ولی این از این. حالا میگم هی استاپ میکنم حرفمو، خیلی حرف نزنم. بعد در مورد سفارت کمکتون میکنیم، پس تا این قبلش کمک میکنیم. وقتی هم وارد شدیم بچه ها، خیلی از بچه ها به ما میگن که ما وقتی وارد میشیم هیچ که دنبالمون نمیاد، کسی رو نداریم. خدا رو شکر نسبتا بچه ها پخشن، خیلی از جاهایی که IMG زیاد میاد بچه های ما هستن. میتونن بیان دنبالتون، بچه ها میتونن براتون حتی دنبال خونه بگردن، اپلیکیشن ها رو بفرستن. شما فکر کنید که فامیلی اینجا دارید، یه نفری هستش جسارتا هزینه ازتون میگیرن، ولی خب به گروه ما وصلن، یعنی قابل اعتمادن، ولی خب ما نیستیم.
اونام پزشک هستن اکثرا. و اینکه میتونن کمکتون بکنن تو گرفتن گواهی نامه، توی مشاوره های دیگه، چه تو اینکه کدوم بانک برید. مثلا من چندین بانک رفتم، بچه های جیو ریجکت میکنن، اصلا قبول نمیکنن. توی اینکه مثلا گواهی نامه برید، MVP برید، و یعنی اصلا DMV خیلی جاهای، یعنی شما رو آماده میکنه برای اینکه یه زندگی نه اینکه روتین، نه اینکه نرمال، ولی اون قسمت سختی که برای امثالی مثل من وحشتناک گذشت، بچه برای شما قابل تحمل بگذره. اگر که سوال داشته باشین این وسط تا در حد این باشه که بچه ما بتونیم به شما وایس بدیم، تکست بدیم، اصلا خوشحال میشیم. فری و قابلیتون کلا نداره بچه ها، چون کار میکنم من اینا رو میگم، ولی خوشحال میشیم کمکتون بکنیم. مثلا اومدین وارد امریکا شدین، یه چیزی رو نمیدونستی سوال کنید بچه، اصلا اشکال نداره، تا اونجا که بتونیم کمکتون میکنیم. اگه خواستی ست تایم میکنیم، اگه خواستی کسایی هستن که بتونن کمکتون کنن، دنبالتون بیان خونه بگیرن، از فرودگاه بیان دنبالتون. اصلا من خودم وارد شده بودم بچه ها، نمیدونستم گشنم بود با چه اپلیکیشنی غذا بگیرم. شاید خیلی مسخره به چشم بیاد، اما کسی اگر وارد امریکا بشه، کسی رو نشناسه و حالا فامیلی یا فرند خیلی نزدیک نداشته باشه، اینا چالش هایی هستش که استرس آوره و اینا رو میگم میتونید به ما بسپاریم. برای اینکه بخواید ماشین بگیرید، اجاره کنید و اینا، تا یه حدی میتونیم کمکتون. حالا اینا رو دیگه بگذاریم. بعد دیگه اینکه بریم جلوتر. برای این از ویزا، اگه خواستین ویزاتون رو تبدیل به گرین کارت بکنین، اگه کوالیفای باشین، حتی بدونین که چیکار بکنین کوالیفای باشین، ایمیل ها رو براتون میفرستیم. چون یه سری وکیل معروفن که اصلا با ما کار نمیکنن، انقدر معروفن که بر تمام بچهای IMG و اصلا از کشور دیگه و اینا کار میکنن. ببخشید من صدام گرفت. میتونید به اون وکیلا بچه فریه، از ایران هم میتونید بهش ایمیل بزنید، سی ویتون رو بفرستین، ببینید کوالیفای هستین یا نه. این وکیلی که همه کار میکنه، حالا نمیدونم کارم درسته که دارم اینجا اسمو میگم یا نه، ولی این اسمو بچه‌هایی که NIW گرفتن میدونن، اسمش چنه. کسای دیگه هم هستن بچه، چن خیلی بالا پایین داره، دیتیلز داره، اگه خواستین بیاین با هم صحبت میکنیم بهتون میگم. یه وکیل دیگه هم هست، این دوتا رو با هم دیگه براتون کامپر میکنم نسبت به سی ویتون. خواستین با هم در مورد NIW هم میتونیم صحبت بکنیم. فقط اینجا بهتون میگم بچه، اگر حواستون نیست به حرفی که دارم من میزنم، یه دقیقه اینجا رو حواستون باشه، چون من خودم مسئول شما میدونم، دارم براتون الان بهتون اطلاعات میدم. بچه خواهش میکنم، تمنا میکنم قبل از ورودتون پرونده NIW باز نکنید. اصلا هیچ، یعنی این کار وحشتناکه. چرا بچه؟ ببینید NIW یعنی چی؟ یعنی گرین کارت، یعنی ایمیگرانت، یعنی میخوام بمونم، درسته؟ خب میره دسته چی؟ ایمیگرانت. ویزای شما چیه بچه؟ جیه، نان ایمیگرانت. شما با فایل این میری سفارت میگی من جی میخوام. خب یعنی این 100% ریجکت، یعنی 100 اصلا، بعد هم 100% ریجکت، اصلا دیگه وارد نمیتونید بشین. ربطی به سیاستی هم نداره که پرزیدنت کی باشه و فلان اینا، اصلا نشون میده شما دارین دروغ میگین. به خاطر چی؟ به خاطر ویزای جی باید بگی من میرم برمیگردم. خب و سناریو به این شکله. ولی NIW حتی خیلی بعد 3 ماه فایل میکنن، چون اون اولش میگن به آفیسر این رو گفتیم، بعد از 3 ماه. حالا اینا با وکیل متفاوت، دیتیلز رو بچه بهتون میگم خواستیم. پس حتما فایل نکن. یه کسایی که مثلا خواهرشون امریکا زندگی میکنه، برای اینا داره مثلا فامیلی میگیره، خب درخواست ایمیگرانت ویزا داره میده، بچه اینا دیگه جی نمیتونن وارد شن. البته اینو بهتون بگم، یه استثنا خودم دیدم که البته برید با وکیل صحبت کنی، میگه وجود نداره، اما من استثناشو دیدم. یه آی دکتری بودش که ایشون فامیلیش براش فایل کرده و ولی با جی وارد شده و خودش هم میخندید، میگه آره به هر کی گفتم میگه امکان نداره. بچه شاید شما نمیدونید اون روز کی با شما مصاحبه میکنه و مودش چه مدلیه. و اینکه اصلا مثلا بر مثلا یکیشون رو یادمه میگفتن این مو بلنده، این کچل، حواست به این باشه، اون عینک داره، اون اصلا ایناشو ولش کن. شما اصلا نمیدونی وقتی صداتون میکنه شماره‌تون رو توی سفارت، شما نمیتونی انتخاب بکنید نه پیش اون موبالنده برم، نه پیش اون عینکیه نرم. به خاطر همین اطلاعات اضافهش به دردتون نمیخوره، فقط باعث استرستون میشه.
این از بچه‌هایی که ریجکت هم شدن با همدیگه میتونیم صحبت بکنیم، اما تا اونجایی که ما بدونیم رد فلگا رو براتون پیدا میکنیم. اما یه سری چیزا رو واقعا ای کاش دستمون میرسید کمکتون کنیم، نمیدونیم. مثلا بعضیا میگن ما این شرایط رو داریم، مثلا شامل یه بنی میشیم، چی کار باید بکنیم؟ بچه واقعا اینجا دوست داریم کمکتون کنیم ولی ما پزشکیم نمیدونیم. یعنی فکر میکنم تیمی که حرفه‌ای کار میکنه قشنگی که بعضی اوقات بگه نمیدونم، شاید از دست ما ناراحت بشین. ما وکیلایی بهتون معرفی میکنیم که دوست دارید باش کار بکنید، اما بچه واقعا نمیدونیم. اما برای جلوتر، این از این. پس از CV نوشتن گفتم تا گرفتن گرین کارت. خب اینجا یه پوینت دیگه هم بهتون بگم به گروه ما اضافه شده که از این لحاظ خوشحالیم، چون گروهمون رو نسبتا تکمیل کردش. اینه که خب بچه ما هممون اینجا ریسرچ کردیم. خب من خودم جی وارد شدم، خیلی از بچه‌ها دیگه جی وارد شدن، اما ما یه سری دیفکت میدیدیم. دیفکت ها چی بود بچه ها؟ این بودش که توی یه سری سنترها اصلا نمیشد ما ریسرچ بکنیم. یه دیفکت دیگه این بودش که خدمتتون بگم که مقاله نویسی بلد نبودیم. بچه کلا ریسرچ های داخل امریکا دو دسته کلی اگر بکنم، یا اونایی تو لب دارن کار میکنن یا اونایی که مثل کلینیکال هستن. خب لب داره کار میکنه یا بنچ کار میکنه، مثلا اسکیلای چی لازم داره، مثلا سل کالچر مسخره اولین مثلا میشه گفتش که اسکیله کار با میکروسکوپ هستش، کار مثلا یعنی مثلا یه سری با کار یدیه، خب پایپت میزنه فلان این. کلینیکال بیشتر بچه ها بیشتر میاد مثلا گدرینگاتون میتینگاتون بیشتر کیس هستش، کیس ریپورت هستش، یا مثلا بسته به اون پراجکت که داره کار میکنه. خودتون میدونیم بیشتر ممکنه که یا یه قسمتی لب داشته باشه، البته اینا حتی میکسش هم وجود داره. لب بیشتر انتهاش مثلا اگه دارویی باشه اینا میان به انیمال میزنن، یعنی میکس اینا هستش و در آخر کلینیکال میشه. اکثرا اینا با هم میکسه، اما اگه بخوام شما رو توی قسمت بذارن شما نمیتونید هم کلینیکال باشین هم لب باشین هم این. یه قسمت بیشتر کار میکنید، یعنی وظایفتون توی یه قسمت بیشتر هستش. توی این قسمت که چجوری اصلا مقاله بنویسین که بچه های MD بیشتر این قسمت رو دوست دارن، چون دوستان پابلیش داشته باشن. بچه لب مقاله هاش خیلی طولانیه، یعنی مثلا من خودم با یکیشون کار کردم 2 سال، بعد اصلا هر روز پایپت براش میرفتم، یه سری از تایمام انجام میدادم، یه سری ویسکوزیتی یه سری چیزها رو بررسی میکنم، اصلا نمیدونین چی بود. در آخر چاپ شد، ولی مثلا شاید یه دونه ارزشش بالا بودش، اما خیلی طولانی بود برای کسی که IMG واقعا من میدونم چی داره میکشه. کلینیکال شاید بیشتر دوست داشته باشن، اکثرا کامپتیتیو تر هستش انتخابش، ریسک فاندش در کل شاید پایین تر باشه. اینا پوینت هایی که حتما بهتون میگم با هم اگه صحبت کردیم. اینو میخوام بهتون بگم برای این قسمت بچه ها ما آمدیم برای شما یه ورکشاپ درست کردیم، یه ورکشاپ 5 ساعته که شما رو از صفر واقعا برسونه به 60، حالا از 100 اگر بگیرم. خب یعنی بیسیک اینترمدییت رو به شما آموزش میده. یعنی بچه هایی که داخل امریکا سالها بود داشتن ریسرچ میکردن این ورکشاپ به دردشون خوردش. خواستین از راهله بگیرین براتون میفرسته، 5 ساعت و نیم ورکشاپ هستش. از طرف دیگه گفتیم بچه ها اینجا آنالیز خیلی به دردون میخوره. درسته که تو هر دانشگاهی کسایی هستن که آنالیز میکنن یا سرشون شلوغه یا اینکه درس بلد باشین، ممکنه که برای مثل آر پایتون اینا یا SPSS ممکنه بهتون کمک کنه بچه ها. آر و پایتون خب نسبتا تایم میبره تا بخواین یاد بگیرین، SPSS کمتر. یه ورکشاپ SPSS هم داریم. این قسمتی که بهتون گفتم بچه ها برای ریسرچ، این 60 داره میشه 100. داریم یه ورکشاپ میذاریم، ورکشاپ ادوانسه، فقط کسایی که اگه بلد باشن به دردشون میخوره. و از طرف دیگه کسایی که ورکشاپ قبلی تشریف آوردن به دردشون میخوره یا مثلا ویدیو رو دیدن. دیگه کاملا ادوانس رو بهتون آموزش میدیم که الان AI هوش مصنوعی داره چیکار میکنه. بچه هوش مصنوعی خیلی داره کمک میکنه به نوشتن مقالات کلینیکال و غیره. حتی یعنی بعضی جاش واقعا حیرت انگیزه، یه سری چیزا داره اد میشه به قسمت های ریسرچ و میتونه بهتون کمک بکنه، اطلاعات جدید بهتون بده. ولی خب بازم اینو بهتون فقط صادقانه بگم بچه ها، هر سنتری با سنتری فرق میکنه.
یعنی توی سنتری شما شاید یه اطلاعاتی، یعنی شاید یه سری اسکیلا به درد یه سنتر بخوره که اگر میخوایم بدونیم تو اون سنتر چه اسکیلایی بیشتر داره استفاده میشه، برید مقالاتش رو ببینیم برای اون استاد و قسمت متدش رو. اکثرا یه متدی رو داره جلو میبره. خب اون کمکتون میکنه برای مثلا اگه دیدین داره همش وسترن بلات میکنه، خب این استاد داره با این کار میکنه. خب یادش بخیر تو ایران نسبتا وسترن بلات فکر کنم گرون بود، داره انجام میده. پس شما تو متدش متوجه میشین که این سنتر، این لب بیشتر داره رو چی کار میکنه. و اگه دارین ریچ اوت میکنین به اون استاد، این میتونه بهتون کمک کنه. در کل رضایت شما برای گروه ما خیلی مهمه. یعنی اگه مثلا گرفتین یه مشکل داشت یا هرچی، بچه با راحله در تماس باشین. این از این بچه. برای همش میخوام کم حرف بزنم ولی زیاد میشه برای امتحان. خب این از این. پس از روزی که شما چشم باز کردین خواستین سی وی بنویسین، گفتم تا زمانی که گرین کارت انشالله بگین، گرین کارت بگین دیگه، اتمام سفر این خط پارالل که گفتم اتمامش اینجا میشه گرین کارت دیگه. خب این تمام میشه. گرین کارت چجوری باید بگیرم، NIW چجوری فایل کنم و فلان، اینا رو همه رو با هم خواستین صحبت میکنیم. اینا رو ویدیو ندارم، خواستین هر کیسی با کیسی متفاوت مفصل صحبت کنه. در مورد حالا این پارالل بعدی که امتحانات و مچ و رزیدنسی، پس اینا با هم کاملا متفاوته. یعنی شما میتونید بدونید که امتحان بدین وارد امریکا باشین، ربطی به هم نداره بچه‌ها. یه سری بچه‌ها گفتن نمیشه ما استپا رو ندیم بیایم. چرا بچه‌ها میشه؟ نمیشه استپا رو بدیم بعد بیایم. چرا میشه؟ میشه استپا رو داد اما نیومد شده متاسفانه. خب پس یعنی اینا ارتباطی به هم نداره، پارالله. ولی در آخر برای اینکه شما مچ بشین نیاز به ویزا دارید. اگه تو مچ برین و انشالله گرین کارت داشته باشین یا سیتیزن باشین، شاید شرایطتون واقعا متفاوت تر میشه. اما در کل با ویزا هم میتونی، فرقی نداره. اکثر بچه ها، شاید بگم اکثرا، با ویزا توی مچ رفتن. برای امتحانات بچه ها امتحان استپ 1 رو پیشنهاد میکنم شروع بکنیم. قدیم ما استپ 2 رو، حتی مثلا 7 سال پیش استپ 2 رو بچه ها شروع میکردن، چون امتحان استپ 1 نمرش مهمتر بود. یعنی میشه گفتش که ترشولد استپ 1 بود، اما الان ترشولد استپ 2 CK شده بچه ها. و بچه‌هایی که اسپشیالیست هستن اونها هم اگر میخوان، در کل بهشون میگم اسپشیالیست ها بچه ها 2 تا مسیر کلی دارن. یکی این که میتونن همین مثل بچه های عادی، مثل بچه های جی پی وارد مچ رزیدنسی بشن. خب یا میتونن برن فلو بخونن. این مسیر بچه ها، این آلترنتیو هستش. حالا ببخشید من خطم اصلا کلا خوب نیست. آلترنتیو هستش. میتونن مسیر آلترنتیو رو انتخاب کنن، کدوم رو برن چیکار بکنن فلان و اینا. خیلی دیتیلز داره و اینکه توی این مبحث نمی گنجه. خواستیم با هم صحبت میکنیم. من خیلی اسپشیالیست این قضیه نیستم، چون من جی پی بودم وارد شدم و به خاطر همین با کسی باید مشورت بچه ها باهاتون ست بکنن که فلو هستن و این راهو رفتن اگه میخوان آلترناتیو برین. ولی خب میتونم براتون ست تایم بکنن که صحبت بکنید تو این قضیه. اما یه نکته بهتون بگم که اینو مطمئنم و حرفایی که میزنم میتونید که روش برنامه‌ریزی بکنید. هر دو فرق نمیکنه. استپ 1 و استپ 2 باید بدین. ECFMG سرتیفای باید بشین. پس اگر اسپشیالیست هم هستین، مسیرتون اولش یکیه بچه ها. خودتون اذیت نکنید. یه سری بچه ها با من صحبت میکنن، مثلا اینکه صحبت میکنم یه من زنان میخوام مچ بشم، تو دانشگاه فلانجا هم میخوام بشم، الان چیکار باید بکنم؟ بچه ها استپ با استپ بیاین بریم جلو. شما برای اینکه زنان مچ بشی، اول از همه استپ تو بده، استپ تو بده، بعد مثلا سی وی تو چیز بکن، این مسیره رو بیا تا اینجا، بعد مثلا اینجا با هم دیگه صحبت کنیم که افکتیو باشه. میدونی از الان انتها رو بخوایم ببینیم بچه، هیچ کس، نه تنها شما، هیچ کس راه نمیافته بیاد جلو. این از یه بچه اسپشیالیست. پس امتحانا رو بدیم. برای امتحانا بچه ها ما چجوری میتونیم کمکتون کنیم؟ برای امتحانا خیلی دوست داریم بیشتر کمکتون کنیم و ازتون خواهش میکنیم اگر شما تونستین کمک کنیم وارد گروه ما بشین و بچه ها، به دوستانتون، به ایرانیا کمک بکنیم و یه گروهی بشه که اول از همه داریم با هم دیلی کار میکنیم، دوم حتما برای خودتون هم سود خواهد داشت. همین که همیشه رفرش هستین، همین که اطلاعات کلینیکاتون خیلی بالا هستش، یه جا میخوایم بریم صحبت بکنیم به دردتون میخوره، و همین که حالا بچه ها باهاتون صحبت میکنن، دوستان راضی نگهتون دارن. در هر صورت و یه پوینت مهم هم که دعای خیر
شاید یه سری از آدما، یعنی همین که یه قلبی کمتر ناراحت بشه، همین که یه نفری کمتر اذیت بشه، چی ارزشش بیشتر از این؟ اگر استپ 1 رو پس شدین، استپ 2 رو امتحان نمره خوب گرفتین، بچه ها به گروه ما تکست بدین، وارد گروه ما بشین، میتونین بچه ها رو گاید بکنین، خوشحال میشیم کلاس براشون بذارین، از امتحاناتی که گذروندیم بگین. یعنی واقعا ما تایم نمیشه، یعنی الان اگه تایم ما رو ببینیم بچه ها دیر وقت ماست، یعنی واقعا تایم نمیشه بخوایم که براتون قسمت های دیگر رو پوشش بدیم. خدمتتون بگم در مورد امتحانات کلا یه قسمت داریم بچه ها، کلاس ها هستش. خب کلاس های ما چی هستش؟ اکثر فرست اید و یو ورد استوان ما درس دادیم که به درد استپ تو هم میخوره. یعنی اگه بچه ها استپ تو هستین، اگر خیلی خوب خوندین استوان رو، نه پس به دردتون نمیخوره. اما اگه استوان یه سری قسمتاشو دیفکت دارین، به دردتون میخوره، چون یه سری جاش کلینیکال گفتیم. خب بعد خدمتتون عرض کنم که انواع سمپل ها تو قسمت های مختلف تو یوتیوب گذاشتیم. یوتیوب ما چیه بچه ها؟ همین اسم ما استادی سمارت فور یو اس امیلی، بزنین یوتیوب، اینا رو فقط سر هم بنویسین، میاد، میرید داخلش. خواستین توی پیج اینستاگرام ما بچه ها تمام آدرس هایی که با ما میتونین کانکت بشین وجود داره. یوتیوب هم هست، برین سمپل ها رو نگاه کنین بچه، شاید اصلا به دردتون نخوره. هر کس یه مدل درس میخونه، مدلی که شما میخونی حتما مدل درستیه براتون، چون شما موفقی. اگه مدلت اشتباه بود، الان شما پزشک نبودی، دانشجوی پزشکی نبودی، یا حتی یکی از دوستانی الان فکر میکنم تشریف آوردن، دانشجوی پی اچ دی دارن کارشون میکنن، پزشکی میخونن یا پزشکی تموم کردن، نمیدونم دقیقا درس همین الان موفقی. حالا فقط نگم پزشکی، موفقی. پس جوری که درس خوندی افکتیو بوده، پس گود جاب، پس لازم نیست خودتو اذیت بکنی، راه خودتو برو. و راه شما شاید با مدل ما متفاوت باشه، به خاطر این ما چند روش دوست داریم با شما در تماس باشیم. نمیتونیم به شما بگیم بیا من همه چی ابریویشن میکنم تو هم برای اینا رو حفظ کنی. نه، یه سری اصلا ابریویشن دوست ندارن، بیا برات ویدیو میفرستم. نه، یه سری اصلا ویدیو نمیخوان، یه سری تست نمیخوان، که البته کاش که همه تست بخوان، ولی پس مدل تو پیدا بکن، همونجور که تو امتحانای ایران پیدا کردی موفق شدی، تو اینجا میتونی پیدا کنی. پس یکی برو سمپل های ما رو نگاه کن، ببین اصلا کلاس های ما رو دوست داری. منم سمپل کلاسم هستش، نگاه بکن. ما کلاس های خصوصی هم داریم بچه ها، ولی محدوده و واقعا تایممون نمیکشه، چون خصوصی باید دونه دونه صحبت بکنیم، یا مثلا 3-4 تا از بچه ها هستن، واقعا تایممون نمیشه. به خاطر همین برو کلاس ها رو نگاه کن، اگه به دردت خورد بیا، برات ریکورد میفرستیم، یا کلاس آنلاین تشکیل میشه هر چند وقت یه بار. تشریف بیا، الان رپید ریویو با کم قرار بذاریم، برو نگاه بکن. اگه به دردت خورد بیا با ما صحبت بکن و برات اینفورمیشن میفرستیم. پس این از کلاس های رپید ریویو، یه سری کاملا براتون درس میدیم. مثلا رنال که متاسفانه رنالمون فکر میکنم نمیدونم پاک شد، هک شد، چی شد، چه اتفاقی افتاد که خیلی پخش شد. حالا فکر میکنم همه بچه‌ها دیده باشن. رنالمون مثلا از صفر، از جایی که واقعا اصلا نمیدونی از کجا داری شروع میکنی، مثلا به نام خدا مبحث رنال اینجوری شروع کردیم برات، یا بایوکم، دقیقا بایوکم از دی ان ای شروع شده بچه‌ها. این از این کلاسامون. دومی کاری که برای امتحانا میتونیم کنیم بچه‌ها، این که با هم مثلا صحبت کنیم. ما بیا صحبت کنیم، بر طبق حرفای شما براتون پلن میچینیم که بابا مثلا شما که از صبح تا بعد از ظهر سر کاری، بعد از ظهر تا شب اینجوری بخون. شما که بچه داری، بچه مثلا اینجوری بخون که راحت تری. شما که اصلا دوست داری انیمیشن ببینی یا مثلا با دیداریت قوی تره، اوکی بیا برای مثلا اسکچی بیشتر نگاه بکن. کسی که نه اوکی هستی، زبانش خوبه، تایم تو خیلی نذار، مثلا چه میدونم کپلان ببین یا مثلا اسکچی ببین. هر کس رو بر طبق شرایط خودتون ارزیابی میکنیم و به شما برنامه کلی میدیم. برنامه کلی بر طبق شرایط شما ممکنه 1 ماهه باشه، 2 ماهه باشه، 3 ماهه باشه، اصلا در کل باشه، 1 ساله باشه. ما حدودا به بچه‌ها میگیم 9 ماه میتونید امتحان بدین. اما ممکن یه نفر نه بتونه 3 ماهه بده، یه نفر 6 ماه، یه نفر 9 ماه. بچه مهمه که در آخر این مسیر پیموده بشه. خب ما کمکتون میکنیم که این مسیر رو برید جلو با کمترین استهلاک و اذیت شدن.
و در زودترین زمان ممکن به هدفتون برسید. یعنی هدف ما اینه. و خدمتتون بگم پس پلن کلی رو بهتون میگیم. سوم بچه چیزی که خیلی به بچه ها کمک کرد و یه خبر بد این که واقعا وقت نمیکنیم ادامهش بدیم، امیدواریم که ادامه بدیم ولی شاید استاپ بخوره، شاید، چون ما با شما صادقیم، این هستش که بچه ها همخوانی. شاید بهتون بگم بچه ها همخوانی، من نمیدونم کسایی دیگه که دارن لطف میکنن تو این زمینه بچه ها کمک میکنن همخوانی دارن یا از ما میکروفونی باز شد، یا از ما بچه ها میگن کپی برداری کردن بعد از گروه ما رفت. اصلا اشکالی نداره، یعنی واقعا اینا رو ما میبینیم میفرستین لطف میکنی، اشکالی نداره. خدمتتون بگم که این قسمت همخوانی پلن روزانه براتون میفرستم. مثلا بهتون میگه امروز اینو باید بخونی 1 ساعت. فکر کنم یکی از بچه یکی از میکروفوناتون بازه، یه صدای خیلی کوچیک میاد. پس پلن همخوانی، حالا یه ویدیو هم داریم که اصلا کلا همخوانی چیه، در حد 10 دقیقه است. خواستین اون اصلا توی کانال ما هستش، چنل ما هستش، فیری هستش، نگاه بکنی. پلن روزانه میده، آخر هر هفته 1 ساعت 2 ساعت هر جلسه مونه، حدودا 2 جلسه، 1 جلسه 2 جلسه اون هفته که با شما پلن ریختیم و ریویو میکنیم، رفع اشکال میکنیم، تست میزنیم. پوینتاش چیه؟ این که بچه چون انتهای این امتحان دست خودتونه، هی میندازید عقب. اما وقتی با بچه ها درس میخونید و ما به شما میگیم اسکیجول بکنید امتحانو، فیکس میشه و راحت تر امتحانو میدیم بنابر تجربه. چیش خوبه؟ پلن روزانه داری، ما چک میکنیم که شما میرسی به امتحان. ما یه سری تست میزنیم تو تستا و توی گروه که شیر میکنیم درصدا رو میبینیم کی داره چقدر میزنه. بچه ها بر طبق اون میتونیم ببینیم که کی داره آماده میشه. خب بر طبق اون میتونیم راهنماییتون کنیم از درصداتون و یه جو خیلی دوستانه داره، میتونیم با بچه ها شیر بکنیم. وای من امروز درس نخوندم، وای امروز تولدمه. اگر بدونیم مثلا بچه های گروه با هم دیگه چجوری صحبت میکنن، مثلا سالنو چجوری میگن با هم دیگه، یه قسمتی رو مثلا میزنه که من این قسمت برای مثلا رنال فیلیر متوجه نشدم، بچه های دیگه شروع میکنم براش توضیح میدم، وایس میفرستن. پس میتونید در کنار دوستانتون، گروه رزیدنسی فکر کنم تو ایران، رزیدنتی ایران فکر میکنم دارن این گروه ها رو، ولی یو اس من ندیدم. اگرم دیدم دمشون گرم، مرسی که دارن اینجوری کمک میکنن، چون این خیلی کمک کننده است. من خودم زمانی که داشتم میخوندم دنبال همچین گروه هایی بودم بچه ها، چون به من برنامه میدن. دوم که بچه ها تست با هم میزنن. ببین یه نفر با شما تست بزنه، شما دیدتون نسبت به اینکه خودتون یه دور یوورد رو بزنیم تغییر میکنه. یعنی حتی شاید انقدر به شما اکسپریانس بده شبیه کسی بشین که واقعا چند دور یوورد زدین. خب سرتون رو درد نیارم، پس اینم همخوانی در کل کمکتون میکنه. این برای امتحانات بود. یه چیز ویژه داریم که مال گروه ما نیست، همون که بهتون گفتم بچه ها ورکشاپ ها SPSS که گفتم، اینو یادم رفت بگم اون قسمت. عذرخواهی میکنم، اینو اد بکنی. حتی یه سری پراجکت دارن بچه ها، پراجکت های ریسرچ میتونین وارد بشین. همه رشته ها رو پوشش نمیدم متاسفانه. اگر شما کسی هستین که با فکولتی در تماس هستین که میتونین به بچه‌ها دیگه کمک کنین، بچه‌ها تکست بدین، سعی بکنید بچه‌ها دیگه هم کار ریسرچ انجام بدن. اما اگر که واقعا دستتون کوتاهه، میتونید به ایشون از بچه‌ها بپرسین، تکست بدین، کمکتون میکنن تو پراجکت وارد بشین، یه سری کارا خودتون انجام بدین، خودتون باشون دیل بکنید. خب این دیلش رو به گردن خودتون میذارین بچه‌ها، چون ایشون پروفشنال هستن، اما در کل بازم دیل و همه ایناش باشه با خودتون. یعنی ما چیزی که ساپورت میکنیم پیشنهاد بهتون میدیم، این قسمت مجزا هستش، اد شده، ماها نیستیم، گروه ما نیست، اد شده. بعد دیگه اینکه برای ایمیل زدن، برای پوزیشن گرفتن خیلی میتونیم کمکتون بکنیم. اگه خواستین بچه ها بگین مشکلاتتون چیه، کجا استاپ خوردین. اگر لطف کنید، چون من فهم کنم تایممون برسه و الان 1 ساعت تایممون تموم شده، اگر لطف کنید بچه ها پیوی مثلا بگید این مشکل رو دارم، چجوری فکر میکنیم میتونیم کمک کنیم، ما کمکتون میکنیم، براتون وایس میذارم. و در آخر خیلی خوشحالیم از اینکه به گروه ما
توجه کردین. ببخشید سرتون رو درد آوردم. صدای منم گرفته بود چون قبلش چندین کلاس داشتیم و اینجا ما درگیر هستیم. امیدوارم که واقعا از ته دل میگم، امیدوارم که یعنی بچههایی که میخوان مهاجرت بکنن اصلا ما بهشون نمیگیم مهاجرت بکنید یا نکنید. میگن این کشور اون کشور، ما بهتون نمیگیم کدوم کشور، چون ما انتخابمون اینجا بوده. الان آپدیت نیستیم به یه سری کشورها و کشورها سیاستشون دائم تغییر پیدا میکنه و ما چیزی رو میگیم که مطمئنیم. اگر انتخابتون امریکا بود، رزیدنتیش بود، تا اونجا که بتونیم کمکتون میکنیم و جلو رفتیم به گروه ما جوین بشیم، به بچه های دیگه کمک بکنیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و فقط یه نکته بهتون میگم بچه ها، یه کار اشتباه رو نکنید. اونقدر که برای زمان ما قول بود برای خودتون قول نکنید. نه مهاجرت کردن و نه رزیدنسی خوندن و هیچ کدوم قول نکنید. بچه های ایران واقعا بچه های تلنتی هستن. واقعا ماها اطلاعات کلینیکالمون خوبه. اکثرمون که نه هممون شاید بگم، چون خیلی قسمت ها کورس های مختلف رو پس کردیم که واقعا شاید اینجا بچههایی که 3-4 سال بعد از امکت میخونن اصلا هیچ اطلاعاتی از اونا ندارن. نمیخوام بگم خیلی خوبیم خیلی بهترینیم، نمیخوام اینجوری بگم و اینا، میخوام با واقعیت روبروتون بکنم. نه سیاه سیاه نه سفید سفید. استپ با استپ بیاین جلو. هر جایی مشکل داشتین تا اونجا که بتونیم در خدمتتون هستیم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه بچه ها. اگه اجازه بدین من چند تا اسلایدم براتون آوردم نشونتون بدم، بعد با هم دیگه بریم. اگه یه میشه گفتش که نظر خاصی دارید من ریکورد قطع میکنم که با هم صحبت کنیم. فقط اگر که خیلی شخصیه یا مثلا چیزی هستش که حالا بعدا نیاز دارید لطف میکنین پی وی تکست بدین. و همینجا هم ازتون تشکر میکنم که صبر میکنین بچه ها. بعضی از روزا واقعا هیچ کدوم از بچه های گروه ما وقت نمیکنه، یعنی حتی 5 دقیقه وقت نمیکنه بیاد. یعنی برای ما میزنی ارجنت، عصبانی میشیم. واقعا بچه ها خیلی لطف میکنید درک بکنید که ما هممون پزشک هستیم، یعنی چقدر مسئولیتمون زیاده. به خاطر همین پیشا پیش از تمام لطف و صبرتون ممنونم. و اینکه بریم سراغ اسلاید اگه موافقین. خب ام، خب من چند تا تکساتون رو یکی از بچه ها، خب من این آخر تکساتون رو بچه ها میخونم، حتما اینا رو چیز میکنم. اگه اوکی باشه من چند تا اسلایدم نشون بدم اگه بچه هایی که مثلا نمیتونن تا آخرش باشن. خب اه، چرا انقدر کوچولوه؟ خب من دوباره اینو بزنم رو شیر اسکرین. خب چه ببخشید این چرا آها این ECFMG برای ثبت نامه. اگر اینجا مشکل داشتین بچه ها به ما بگین. حالا این چیزی نداره من بخوام بگم. یه سر ترتیب اینا به هم خورده اب نداره من میگم بچه ها. مثلا این مچ هر سال رو بهتون میگم تو خود سایت مچ میتونی اطلاعات پیدا کنی، بالا پایین کنی. اتفاقا بچه ها میخواستم امروز بشینم باهاتون مفصل صحبت بکنم در مورد آنالیز مچ امسال. یه سری اطلاعات جدید داشتم اما واقعا الان وقت نمیشه. حتما یه روزی خواستیم فیکس میکنیم با هم دیگه. من آمار امسال رو با سالهای دیگه مقایسه کردم براتون میارم با هم دیگه صحبت کلی کنیم. اما اینو با هم صحبت کنیم بچه میخوام کلی بگم. نیا کن یو اس ایمیگرانت ها میبینیم همیشه بیشتر بودن و نان یو اس ایمیگرانت ها اکثرا که حالا مثلا شاید 20 حالا یه استثنایی پیش اومده. در مورد این که مثلا گفتن استپ 1 سال مثلا این بچه های IMG اینجا هستن که تو زمان رزیدنسیشون استپ 3 رو میدن. اکثر رشته میتونی زمان رزیدنسی بدی ولی بهتر هستش قبلش بدی. حالا اینا در مورد مچه. اینم که ECFMG هستش که اگه خواستی مشکل داشتین. اینم که حالا با هم صحبت کردیم. بچه من براتون تایما رو آوردم نگاه کنیم. مثلا حالا برای بچه‌ها که ازت جلوتر هستن، بچه‌ها که هنوز ویزا کاری نکرده امتحان ندادن اذیت نکنید خودتون رو. برای ایرس برای مچ میخواهید که اقدام بکنید استپار داده باشین. تایم بندی داره که میتونید شروع بکنید بچه. مثلا از سپتامبر 4 شروع میشه، تایمش تا 25 سپتامبر و حالا دیتیلز خاصی هم داره البته.
در کل بهتون بگم بچه، این مچیر تایملاین داریم که من برای مثال گفتم خدمتتون، عرض کردم توی مارچ اعلام میشه، بعد دیگه این از توی جون شروع میشه رزیدنسی. بعد خدمتتون میگم این آمارای کلی مثلا این 2019 است. من جایتر این مدلی رو پیدا نکردم که نگاه کنید بچه ها، رنک میکنی بعد که میری همه این مسیر تموم شد، یعنی از زمانی که گفتم آخرش میشه مچ، انتهای اون مسیر پاراللمون میشه مچ. حالا اینترویو که در آخر مچ، شما اینترویو میکنی رنک میکنی اینترویوهاتو. نیا کنید اکثرا حالا میشه گفتش که نصف نصف رنک اولشون بوده که آن مچ بودن. حالا این یه سری هینت داره برای بچه‌هایی که میخوان برای مچ برن هم. بچه مشاوره مچ داریم، یعنی مشاوره استپ 2 استپ 1 داریم، استپ 2 داریم، استپ 3 داریم، اویتی داریم و مشاوره مچ و فلو داریم. هر کدوم از اینا به دردتون میخواد. حالا چون من فکر کنم بچه‌هایی که اینجا هستن بیشتر بچه‌هایی هستن که از ایران هستیم و مثلا استپ 1 و استپ 2 هستیم، به خاطر همین اطلاعاتمون تا اونجا بهتون گفتم. این مثلا طبق اینا رو میتونیم پیدا بکنیم. مثلا پاتولوژی استت با استت گفته کجا هستن، مثلا اینا میشه گفت آی ام جی فرندلی تر هستن، بیشتر گرفتن. اکثر ایست کوست بیشتر هستش، اما استثنا داره. در مورد این میخواستم یه دونه یکی از چیزایی که میخواستم به بچه ها بگم، نکنیم بچه ها چقدر فامیلی مدیسن بیشتر شده مچش. قدیما فامیلی مدیسن خیلی مچش زیاد نبود، اما در کل نامبر آف پوزیشنش هم بیشتر شده در سال 2023. میبینی دیگه اینکه اینم در مورد مچ تایملاینه برای بچه هایی که حالا چیزی خواستین تو اون روز که با هم ورکشاپ بزنیم مفصل میخوان اینا بررسی میکنیم. بچه توی این مثلا نکن اینا آن مچن، کسایی که آن مچ شدن پلاستیک سرجری درصدشو گذاشته. حالا الان به درد شما شاید اذیت نکنیم با اطلاعات زیاد. این در مورد مچه. بچه نکن بهتون گفتم که یو اس سیتیزن ها دو دستن، یا ام دی یا دی او ان. خب یو اس سیتیزن حالا درصد کلی میزنن یو اس ام دی او. بعضی هستن که بهتون گفتم بچه ها اونا میشن اینترنشنال اسکول رفتن که بهشون خود اینجا حالا جزایر کارائیب رفتن و فلان و اینا، که ممکنه که اصلا دسته بندیشون متفاوته. به اونا میگن USIMG، حتی به اینا میگه اینا همون USIMG از اینترنشنال اسکول رفتن. اینا امکتشون رو قبول نشدن، میرن یه جاهای دیگه در خاک آمریکا نمیمونن و فلان. اینا میشن USIMG، یعنی اونا US سیتیزن ولی IMG. حالا اونا برای ما ربط نداره. این ماییم اکثر ما این فارن مدیکال گریجویت، ماهایی که نان US ایمیگرانت هستیم. و اگه ببینید در کل نسبت به تعدادم اینجا مهم هستش به چه شکل هستش. میبینید نامبر مچمون نسبت به نامبر اپلیکنتمون، میبینید تفاوتش شاید از بقیهشون بیشتر بوده، چون برای ماها سخت‌تره. حالا درصدش الان بهتون میگم، فکر کنم 58% امسال بود. بعد رشته هایی که چقدر صدای من قطع شده. بعد اینام حالا ارتباط پیدا میکنه به درصدایی که مثلا ریسرچ اکسپریانس داشتن بچه ها. نیا کنیم مثلا رشته های مختلف، مثلا پلاستیک سرجری، این فکر میکنم میانگینه مین نامبر. آره مثلا 6 تا ریسرچ داشتن. خب این مین نامبر ابسترکت و پرزنتیشن و پابلیکیشن. حالا خب خیلی خسته نباشه، حالا مثلا همه رو یکی میکرد خیلی هم فرق نمیکرد، ولی در کل این که مثلا این پرزنتیشن این ریسرچ اکسپریانسشونه. خب ببینید مثلا برای رشته مثل پلاستیک سرجری که میشه گفت کامپتیتیو هست بیشتره. خب برای رشته مثل فامیلی مدیسن بچه میبینید چقدر کمتره. مثلا اینترنال مدیسن اینجا هستش. حالا این دیگه بین همه است، یعنی همه اونایی که مچ شدن. این 2022 خیلی هم قدیمی نیستش بچه، شاید واقعا به دردتون بخوره. هر چی رشته کامپتیتیو تر این میشه گفت ریسرچ بیشتر. خب این اسلایدا فکر کنم تموم شد. البته من یه سری اسلایدهای دیگه هم دارم که حالا وقت نمیشه. من یه سایتی هم بهتون نشون بدم، اینم خیلی بهتون کمک میکنه. بعد بچه ها دیگه ببخشید تمامش میکنم، سری قول میدم. برم سراغ اینو باهاتون شیر بکنم. خب بچه نگاه بکنی این صفحه من بچه ها جون میبینی؟
صفحه تونستم شیر کنم. بچه ها هستین؟ اوکی. مرسی، خیلی لطف کردی، مرسی. بچه نگاه کنی این سایت رو، خدا رو شکر. سایت چیز آخه من داشتم قبلش ریسرچ میکردم در مورد یه چیزی، داشتم تدریسم میکردم، حالا فکر کنم همه اینا سایت هایی که میخواستم به شما نشون بدم. بچه نگاه کنین این سایتی هستش که خیلی به دردتون، این که اصلا این هیچی، ببخشید. حالا ای وای میخواستم این بدونه رو بهتون نشون بدم، این. حالا بغیر از این بچه این سایت خیلی به دردتون میخوره. این سایت مچه. خب nrmp.org. بیاین داخل این سایت ببین انقدر اطلاعات، ببین اصلا اینکه اصلا رجیستریشنشون چه تاریخهای شروع میشه. حالا اینکه مهم نیستش. بعد نگاه کنین بچه ها، این دونه دونه اینایی که من گفتم بهتون میخوام براتون بشینم اینا رو مقایسه بکنم، مچ سالهای مختلف رو از اینجا دارم در میارم. اصلا کار خاصی نداره. اگه خواستین ورکشاپ ما هم نیومدین، خودتون میتونید تو این سایت بیاین بچه ها نگاه کنین. مثلا رنکینگ امسال و دیگه واقعا اویدنس بیس، کاملا اطلاعاتش درسته. بیاین در مورد سایت مچ هستش اصلا کلا مقایسه کرده بچه ها، کسایی که مثلا توتال پوزیشن شاید حالا در مورد همه میگه که جدا هم کرده پایینش اینا، نان یو اس سیتیزن جدا کرده، یو اس دی او سینیور جدا کرده، ام دی رو جدا کرده. دیدین چهار تا دسته، من سه تا کردم چون یکی رو دی او ام دی کردم. چهار تا دسته کلا هستش بچه. میبینید همونجوری که بهتون گفتم 58% بوده امسال ریت مچ بچه های آی ام جی مثل ما، نان یو اس سیتیزن، و اومده پایینتر، یه ذره اومده پایینتر نسبت به سالهای پیش. مچ ریت بچه های سیتیزن اومده پایینتر، ام دی اومده پایینتر، دی او رفته امسال بالاتر. خب سال مختلف رو با هم مقایسه میتونید خودتون بکنید. نخواستم یه ورکشاپ میذاریم با هم صحبت میکنیم. بعد دیگه بچه اینجا میبینین توتال پوزیشن ها 93% پر شده، حتی 7% پوزیشن خالی مونده. ولی خب اینا به خاطر اینکه مثلا رنگ نکردن یه سری پوزیشن خالی میمونه و علتهای دیگه. بچه هر کدوم از اینا رو برین داخلش به اینا میرسید. انقدر اینجا اطلاعات جالبیه، مقایسه هایی که ببینید رشته های مختلف، خیلی به دردتون میخوره این قضیه. مثلا میگم اگه خواستین من اینا رو همه رو برداشتم نمودار کردم، میخواستم بیارم براتون، واقعا کامل نشد. اما اگه خواستین اینا تعدادشون، رشته های مختلف، بعد طبق اینکه چه رشته هایی دوست دارین، همه چی میبینی، اطلاعات دقیق، چند نفر پر شدن، چند نفر چه شکلی هستن، تعدادشون کلا چقدر بوده. این از اینو گفتم. در مورد این آره مثلا نکنید بچه سالهای مختلف توتال پوزیشن زیاد شده، توتال پوزیشن کلا زیاد شده، بعد آنفیلد کم شده. حالا در کل این اطلاعاتش خیلی خوبه. حالا من تاکید نکنم. اینو میخواستم بهتون نشون بدم بچه. اینو براتون گشتم که بهتون بگم یه سری از لوکیشن ها پوزیشن مچشون بیشتره، در کل بهشون میگن IMG friendly. بعد اما ربطی نداره، باز استثناء هم داره. اینو چرا میخواستم نشون بدم؟ IMG friendly ها رو میخواستم بگم. اینو که میخواستم بهتون بگم سر این بودش که بازم شهرها رو میخواستم بگم، کدوم شهر IMGش مثلا برای مثلا این نورولوژیه، این که گروه ماست. اینم که مچ تایم رو بهتون گفتم. این که ببخشید بچه ها کلاس داشتیم. اینم مچ رزیدنت که هیچی، حالا تبلیغ جایی نخواهیم بکنیم. اینم که آخری فقط بهتون بگم چه مثلا در نظر بگیم یو اس سینیور ها حالا ام دی و دی او میشه، ببینیم مثلا درماتولوژی چقدر پر کردن. خب برای 2017 است. حالا از این وبسایت میتونید پیدا بکنید دقیقاً اطلاعات دقیقش رو. میبینید بچه ها تمام نسبت ها هر چی که از ما بقیه و هر کی درخواست میکنید داخل این سایت هستش. اما من پیشنهاد میکنم یه ورکشاپی بچه ها بذارن که ما با نمودار بیایم خلاصه همه این سایت رو بهتون بگیم، مثلا مقایسه امسال مچ امسال با سالهای پیش، و اطلاعات خوبی در بیاد برای مثلا اکثر رشته‌هایی که بچه‌های جی وارد میشن. این از این بچه، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. تمام تلاشمو کردم. ببخشید صدای منم گرفته بود.
امیدوارم به درد تو خورده باشه، صدا قطع و وصل نشده باشه. خیلی خوش